شنوندگان عزیز، سلحشوران جزیره ولایت.com، سلام علیکم. امروز جبهه های جنگ در جزیره مجنون، در دسفول، در فکه نیست. امروز آتش جنگ دشمنان نظام در خانه های شما برافروخته شده است. دشمنان نظام از طریق این بمب گردآلویی مواضع نظام جمهوری اسلامی را بمباران کردند. این بمباران ها بابا قرار بود بمباران تبلیغاتی باشه که. بابا چیکار داری میکنی شما؟ اینجا شلمچه نیست، هویزه نیست، تهران است و این بسیجی پدر سوخته، ببخشید دل سوخته با دشمنان نظام نبردی دیگرگونه آغاز کرده است. اگه آهسته شلیک اکنون در گرماگرم نبرد سخنی با یک بسیجی دلباخته. برادر بسیجی چه میکنی؟ مطابقات فرمایشات مقامات و عظمات، ما در مقابل تهاجم فرهنگی و هجوم ماهواره‌های استکبار جهانی و نیروهای برانداز نظام خط دفاعی و خاکستر خودمون رو احداث کردیم. مواظب باش، برو مواظب باش. ما مقابله میکنیم با اونا. بیا پایین، نرو میخوری، بیا پایین. ما مقابله میکنیم. برو کنار. الان یه چیزی پخش میکنه تو هم مفقود اثر میشی. یه چیزی پخش کرد، ما اینجا الان فکر کنم فوت کردیم. یه کانال دیگه. برادر دفاع مقدست چی شد؟ تو که داری ماهواره نگاه میکنی. الان وقت سوال کردنه. یه چند دقیقه پیش دشمن اومد تو ولفجر 4 خط و زد شکست. ما هم دیگه اسیر شدیم دیگه. یه سری که همینجوری پرپر شدن افتادن اینجا. ما هم الان اسیر شدیم. اگه نکته‌ای دارن جز آزادگانیم. اگه چیز نکته‌ای داری برو با موقع تبادل اسرا بیا. الان برو بذار یه کانال دیگه رو بگیرم. داداش چی رو نگاه میکنی؟ نگاه داره؟ میخوای جنگ نرم را بندازی؟ بیا ببینیم چی تو چندته. حالا شلو میگیرم. بیا ببینیم چی تو چندته. بابا این که نشد جنگ نرم که بابا آقای کارگردان که بابا اصلا با بیانات مقام و عظما هم همخونی نداره. بابا جنگ نرم چیز نرم باید بزنه که با چوب میزنه. خوب نیست بهش که. یه بار دیگه ببینیم. بیا ببینیم چی تو چندته تو جنگ نرم. میزنه. این که نشد جنگ نرم و این دستش مثل سنباده میمونه. این خورد دست کرم بزن. بیا این خورد دست کرم بزن. بیا قشنگ بزن قشنگ بیا. با جنگ نرم یعنی اینجوری باشه که چی زد صورت ما رو داغون کرد. برو بریم کرم هم زد چسبید جان تو. بابا این جنگ نرم نیست اسمش والله به خدا. کرم هم زد چرب شد اصلا چسبید تو صورت ما. با جنگ نرم دیگه نداری تو راه بندازی. این شد. حالا بیا. امروز دشمنان استکباری ماشین‌های جهنمی تبلیغات خود را در جاده‌های نظام جمهوری اسلامی میگاز دهند و در این مسیر خونین این بسیجیان ولایتی هستند که میلت و پاره میشوند. این ماشین‌های تبلیغاتی خب ببینیم ماهواره چی شد. ببینیم روشنش کنیم. جوان چه میکنی؟ بابا این ماهواره میگن. یه ماهواره خریدیم ببینیم خلاصه چیه اینه میگن ماهواره. آیا به عواقب این کارت اندیشیده ای؟ آره بابا ماهواره است دیگه. خب این کانال نباشه یه کانال دیگه تو هم خرافاتی. بابا بذار ماهواره‌مون رو نگاه کنیم. از ما گفتن بود. بابا دیگه گفتی دیگه خرافاتی.
عاقبت نگاه کردن ماهواره همین است. دست در نکنه اومدی تلویزیون خاموش کردی، داشتم میمردم اصلا صحنه شده بود. آقا خیلی ممنون از تذکری که دادی. اون تلویزیون جمهوری اسلامی رو ما باید نگاه کنیم. تلویزیون جمهوری اسلامی را نگاه کنید تا خوشبید شوید.